یا خواستی بگیرد خب 29 دیگه ماه برو که رمضان است، ماه هست، ماه هیچ وقت نمیگوییم که ماه محرم چی 29 باشد چی 30 باشد، حالا دیگه یک روز کم شد هیچ کس نمیگوید. ولی منطقی ساده و عادی که عامه فهم برای همه. و چرا هر سال ما 10 روز پیش یعنی رمضان 10 رو میخورد، هر سال 10 روز قبل یا 11 روز قبل یعنی پیش میآید. اما خود یعنی ما 29 30 گاه 30 بعد 29 یا گاه 29 30 می شود. یک نفرم بسیار ازمگی کرد، ما گفتم برادر عزیز واقعا محتاب در اختیار ما و خودت نیست، نه گپی مرا میگیرد نه گپی خودت، که ما بگومش که 29 شود تو بگویی نه 30 شود، نه گپی تیره میگیرد نه